حالا ما در منطقه رایپرسی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی قرقیزستان که در شهر دوشنبه در بینای سفارت قرقیزستان در تایستان تحت رقم 9024 قرار دارد حضور داریم و در اینجا از ساعت 8 صبح به این طرف رایدهی آغاز شده و گفته می شود که حدود 100 نفر شهروندان قرقیزستان در تایستان به سر میبرند. الکی آمده رای خود را داده ایستادند و تقریبا حالا ساعت 12 روز است و حدود 50% رای دهندگان آواز خود را دادند. رستم ایساکوف شهروند قرقیزستان و کارمند برنامه رشد سازمان ملل در دوشنبه همراه خانواده‌اش به آوازدهی آمده است. وی گفت با آنکه چند سال باز بیرون از قرقیزستان کار و زندگی می‌کند اما به تقدیر کشورش بی‌طرف نیست. در خصوص اینکه چگونه نامزد به سر قدرت کشور ما بیاید گفتنی هستم که من به سارانبای جینبکوف آواز دادم، زیرا وی راهی پیش گرفته اتنبایف را دنبال خواهد کرد. اتنبایف قدم‌های استوار گذاشته است، مناسبت‌ها با همسایه‌ها را بهتر کرد و با ساختن حلقه الکترونی دیگر در قرقیزستان برق خاموش کردن نمی‌شود و نامزد نو باید سیاست او را دنبال کند، نه اینکه نفری بیاید که این همه را برباد دهد. ما دیگر انقلاب نمی‌خواهیم. در شهر دوشنبه 87 شهروند قابل رأی قرقیزستان ثبت شدند. این افراد اساساً کارمندان سفارت، سازمان‌های بین المللی و دانشجویان هستند. هر کدام از آنها از پرزیدنت آینده قرقیزستان انتظاراتی دارند. می‌خوام که پرزیدنت شوکی او پرزیدنت یعنی که با دیگر دولت‌ها یعنی همکاری کنه، یعنی که این مثال راهو شده شو ما اینم خیلی در شهروندای قرقیزستان هستیم رایم در دیگه جو امکانات خواندن پیدا کنیم، رایم خوانیم در دیگه شهرها. آینده پرزیدنت ما باید همین سرخدمت دولت‌های سرخدمت شده شود. مثال ازبکستان داریم، ما قزاقستان، تاجیکستان، یعنی خطای علاقه های ما بازم همین پرزیدنت نو ما سستر باشد. محل رایدهی برای شهروندان قرقیزستان در تاجیکستان در بینای سفارت این کشور ساخته شده است. وقتی رای دهنده وارد اتاق می شود با گرفتن عضو انگشت به او ورقه رای می دهند. میراسلاو نیازوف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان میگوید سیستم نو انتخاباتی شرایط دموکراتی انتخابات را تامین میکند که بار اول در قرقیزستان مورد عمل قرار گرفت. به قبل او این سیستم معاصر اعتماد رای دهنده را بیشتر میکند. حالا اصلا امکان ندارد که در قرقیزستان یک نفر پرینسیپ های اتوکراتی را پیش ببرد، مخصوصا دیکتاتورا و یا حاکمیت اویلوی. ما این مرحله را پشت سر کردیم. در تاریخ نوین ما این سبق‌های مشکلی بودند که ما از سر گذراندیم. با این خاطر مردم آزادی را می‌خواهند که هر یک شهروند در تقدیر آینده دولت مسئولیت احساس کند. البته انتخاب کنندگان نظرهای گوناگون دارند، ولی ارزش اصلی این است که اساسهای دموکراتیک کاسته نشوند. من میگویم که یگان نفر از نامزدها نمیتواند حالت را تغییر دهد و تاریخ را به قفا گرداند. رایدهی برای انتخاب پرزیدنت آینده قرقیزستان در این کشور و نمایندگی‌های رسمیش در خارج صبح 15 اکتبر شروع شد. در مجموع 11 نفر وارد سبقتند، اما گفته می شود رقابت اصلی میان سارانبای جینبکوف نخست وزیر سابق و نامزد مستقل آموربک بابانوف جریان دارد. نفر پیروز ماه دکبر امسال الماسبک اتنبایف پرزیدنت کنونی را در قصر ریاست جمهوری عوض خواهد کرد. رستم به خانه می رود و نتیجه های انتخابات را بی صبرانه انتظار می شود.